برادرجان عزیز السلام علیکم. امروز با همراه بهترین شخصیت زاده ناحیه فرخار جماعت ظفر دهه لیلین بهارستان حاضره اکای محسن جان گپ زدیم که به نهایت خدمتش سخت رسیدگی به همه مردم فرخار زمین. امروز در حق برادرم دعاگو هستیم و ان شاء الله که اینا خش تورا و یور رفیق سر یک دولچوی شتیم در همجام یادی از وطن کردیم. برادرای بنگ باناموس بهارستان الله برکت اونتی خدمت سفینه که جوان مادر از یادنا در یک جایی گوشه از وطن آباد میکنیم. اکای ما زنده باشی ارزنده یک هر جای باشی تنسیت کن آباد میشی. برای وطن برای ملت صادقانه خدمت میکنی. خداوند هم خیلی پاداش شما را میسر نصیب فرماید که یک فرزانه یک دیوت ناحیه فرخار شما را پدر مادر بابا را سنگه خدا برکت اکای رنجون. شما فکر نکنید که در این برای وطن خدمت کنید تا تنهایی میلیون آدم فهم که دادارو اکو دبر شما روسن دوگوین دبر شما کجا الله برکت بیا. سلامت باشی. اینا دیم روز ما همراه بچهای نامدار نیک منظره از خاطر نبرده. الله نگهبانتون مردم بهارستان. خداوند نگهبانتون باشه. زنده باشی. سلامت باشه.